یگید حالم بد آشای زوبی کشید آنها را پرانید زود پرانید زودتر باش پران خیری پران آنها را پران خیری نبوردن برخیز خیری زود با ماشین خیری چند برشین زودتر زوبی چه حال داری زود خیری زودتر اسد گوی که تا حرفه آنها رو نصف نکنم نآیند حرفهشان رو نصف کنید اداره رو در شنده ماشنه بود یک آشیانه بالا بیا زود باش این نجیب از کجا پیدا شد اکنون چیکار میکنم با فکرم همینجا سردار رفتیم شاید پلیس حقوق تفتیش و کنترل رو داریم درک شاید گفتم وگرنه راه زوری رو استفاده بریم دراش کنید کشته شده است آقای سردار همه برآمد بینا رو به نظارت گرفت ادوکات کشته شده است یک تا نوبتدار به اینجا روان کن خوب شده سردار باز یک یاری تجلی هم جیغ زنید همون سردارم سردار از مسافه نزدیک برآمده شده است عملی صادر شده معلوم این جنایت چند پیش صادر شده است زود میبریم دور نرفته دارید این حریف را زود روید رفتیم زودتر زر کن خیری گردو زر کن زودتر خیری خیری گردو زر کن در اینجا برآمدگاه نیست رفیق کن لطفا آرام شوید در کارخانه جنایت صادر شده است مجبوریم که شناسنامه همه رو تفتیش کنیم چی خیلی جنایت کی بوده است کی را کشتن یک ادوکات را ادوکات کدوم ادوکات یک دقیقه جناب پلیس کدوم ادوکات کشته شده است نامش سرکان نسبش رو نمیدونم آچا جان چی گپ شده است سرکان شما چی ها میگوید چی او شوهر من است انیقو بود یعنی چی خیلی آچا چی شد با پدرم یکم گپ شده است خانم متاسفانه سرکان شوهری سرکان خانم یک دقیقه زودتر بچه ها ایست پلیس کجا میروی ایست تا میگویم بپرانم ایست تا با کجا میگریزی ایست دستان رو بردار میگویم دستا با پسی سر اگر جنبی میپرانم خیری سرعت رو بلند کن زودتر کمی دیگر زیر کنم از راه میبریم سردارم چی همه‌شون رو میکشید سردارم تمام خیری زودتر به یکم بیمارخانه هی کن خیری
مطمئن شو احوال ثابت تماما بد است. طاقت کن ثابت، حاضر میرسیم. خونتر بنگاه تیبی هست با اونجا های کنم میشه اسد دارم میشود زودتر های کن خیری التماس زودتر. طاقت کن ثابت، تو را البته نجات میدیم. برا میفهمی تو نمیمیری. طاقت کن برادرم. خیری زودتر التماس زودتر های کن زودتر. تمام. در بدنم هیچ چیز ندارم. بیا ببین. اول خوب تفتیش کنم. من اینجا رو میبینم. اینجا تازه. خب من این طرف رو بینم شد. اینجا رو هم دیگه. من همین قدر. اکنون یکان چیز خوردن لازم. سردارم گفتم که خانم هندو این زن اینجا چیکار میکند؟ نمیدونم سردارم. زنش همینجا بوده است. خانم آرام شوید التماس. خانم در اینجا ایستادن نه زودتر برایت از اینجا. پیکر نزدش یک مرد آمده بود. ما با بیرون برآمده بودیم. بینید یک معلومات مختصر شما برای ما مهم است. لطفا با ما یاری دید. نام یا نسب او را میدانید؟ کوبیلای شاهی؟ نسبش را نمیدانم. اما در بینید نشناسید. تمام شما را غم نمیدید. نیازی و خانم همراهی کنم. خوب شده است. آرام باشه. مرحمت کنید خانم با این طرف مرحمت کنید. مرحمت. سردارم گریخت. یک رفیقمون رو هم پراند و گریخت. کی رو؟ تولگر رو. احوالش خیل؟ متاسفانه از دست رفت سردار. خدا رحمت کند. همه را در جنتش واقع. تو این حریف رو نداشته با دستونم او رو نکشم. هر نفسم بر من حرام باد. ممدو این قسم ها برای ما نیست. و خدای دکتر یاری دیه. التماس یاری دیه دکتر. یاری دیه خواهش میکنم زودتر. بیا خیلی زودتر. دکتر خوابانت دکتر التماس ثابت تو را نجات بدهیم برادرم. بعد بیمار چی شده است؟ نمیدانم. یک بار حالش بد شد. دلش بی‌حضور شد. توقات کنم که ثابت. آخران چیز خوردهش رو میدونید؟ شاید زهر دادن. هممون یک چیز خورده بودیم و با چیزی نشد. ثابت خود را بدست گیر. ثابت برادرم. باید چی شده دکتر؟ احوالش خوب نمید. اول فهمیدن لازم که در خونه چی میخورد. از دستتون هر چی باید یک بلا کرده که ثابت رو نجات دید. تماما خوب نمید. چرا باید بیمارخانه کلان نرفتید؟ همینجا رو دیدیم و در اومدیم دکتر. آخر زودتر باشد. برو نجات دید دکتر. التماس میکنم. دکتر یگان کار کنه. التجا میکنم دکتر جان. برو نجات دید. جناب آرام شوید. ما هم از پی همین هستیم. احمقهای بفهم بیکارها آدمها تا آستانهای در آمدند. شما باشد خوابید. اگر به جناب یگان چیز میشد چشمانتان را کشاید. هر دویتان به در قفا. بچشم. هر دویتان اینجا میمونید. ایتار. هر دوی شما اینجا ایستید. خوب شده است. تو هم اینجا میستی. یگان خط به یگان جا نمیرود تا شب پر نزند. چی شد؟ یگیت کجا شد؟ آنها گریختند. ماشینی ما از کار برآمد. افسوس یگان کار از دستتان نمی آید. جناب اینها همه کشتی ها را سوزاندند. در روز رفشن مانند غارتگران با سلاح به اداره هجوم میکنند. هیچ چیز نشده است. دارو رو که استعمال کردید نبضتون نقص می شود. تمام رفته میتوانی. سلامت باشید. یگید مثل پدرش یک رومونو ترس است. یک کار را به نقشه گیرد حتی از مرگ هم نمی ترسد. جناب شما را به خانه در سپنجه بوده بریم چی؟ 10-15 روز استراحت میکنید. هم آنجا به خطر است. هندگی تو ثابت مرا سخت ترساندند.
وقتی که ثابت مرد یک بالی یگیت میشکند. این حالت او را زیادتر خشمگین میسازد و به خطاها راه میدهد. برای ما سعی آسان نشود. وقتی که ثابت مرد چه خیلی مرده باشد؟ حاضرال به ثابت یک دارو داده است. امشب رحلت میکند. البته از این هر دوشان بخبرند. این حاضرال در این کارها همتان ندارد. همین که خبردار شدم آمدم جناب. خوب هستید؟ خوبم. هیچ چیز نشده است. تو کاری ادوکات رو چی خیل کردی؟ کمتر ماند که به دست می افتادیم. ادوکات مرد، اما نجیب از کجای فهمیده است که سلیم را از تریزه سرکم پرتافته است. به دفتر کاری هجوم کردند. ادوکات مرده باشد دیگرش مهم نیست، اهمیت نده. خانم آسمان، میدونم وقت این سخنها نیست، اما برعکس نگرید. کوبیلای همین آدم است؟ شما بابای شناس نبودید؟ همسری من. خیلی شادم. من بله همین آدم. امینت؟ بله امین. امدو زود از جناب زکی یحیی قرار بگیر. ایتو از سردارم. من رفته نتیجه تفتیش بالیستیکی رو گیرم. سردار مالش الو پیرکاسین من سیویلای با تو یک خبری نخوش دارم. زنی ادوکات از روی عکس رو شناخت. کدام ادوکات؟ همونی که امروز در ایدارش پرونده شد. زنش همونجا بوده است. انا این در نقشه نبود. تو رو دستگیر کردنش ممکن است، احتیاط کن. پس این طور باید کرد. دخترشان هم آنجاست؟ بله. خب معلوم که دخترش را زیاد دوست می‌دارد. بازن آهسته که پنهانی صحبت کن، بفهمیم که تا چند اندازه راست است. خوب کوشش میکنم. کوشش کن تا به آنجا رفتنی من کار را حل کن. اگر یگان چیز شد جوابگر تو میشوی. شد میلش خیر. تفتیشی بالیستیکی چی شد؟ کدام بالیستیکی؟ حاضر گفتی کو؟ فهمیدم. حالا تیار نشده است. خوب بچه ها برای دستگیر کردن کوبیلای شاهین میروند، تو هم همراه آنها برو. آخر من کاری تفتیشی را باید حل کنم. حالا گزارش آماده است کو؟ چرا حل میکنی؟ آماده بعد حل میکنی. سردار زنگ زدن گفتن که ببایسته من خودم این کار رو برم، اما خواهد زنگ زدن میگویم که ببخشید سردار، نجیب سردار یک سپارش دیگر دادند. گوش کن سویلی، ترتیب است، انتظام است. غیر از این در ماموریت سیستمای معین است. جناب سردار از این سلسله را خوب میدانند. اگر یگان خواهش داشته باشند به من میگویند، فراموش نکن. تو اکنون یاردم چی منی. از خاطر آدمی نبودن از این سفر تو را هیچ چیز نمیگویم. دیگر گپی مرا دو نمیکنی. فهمیدی؟ فهمیدم سردار. فهمیدم سردار. تشخیص خون تیار. بمانده. با او چی شده است دکتر؟ گپ زنید. یک ناخوشی است. نتیجه تشخیص این است که در خون یک ماده است که در این شرایط آن را فهمیدن مشکل است. یعنی چی خیل؟ تخمین داروی مخصوص دادن به این کس. به دل تاثیر رسانده بعد به مرگ میبرد. شما چی هم میگویید دکتر؟ نمیدانم که به او کی این دارو را دادند، اما از کیفش معلوم است که سکته دل میگذراند.
نخواد که این یگان طبابت نداشته باشد. آخر نداند که به او چه خیل دارو دادن. چخل نمیدانید مگر شما دکتر نیستید تشخیص نمایید یا بید آخر سببش را. گوش کنید آرام شوید. برای فهمیدن این علت شما باید یگان بیمارخانه کلان روید تا که تشخیص توکسیکولوژی کنند یا اینکه آدم زهر داده رو یافتن لازم. در این بنگاه این کارو کردن نمی شود. با یگان بیمارخانه کلان روید. سردارم چیکار میکنیم؟ حال یکی ثابت نهایت بد است. نمیدانم خیری، نمیدانم. سردارم اکی ثابت چیزی گفتن میخواهد. بیاید. ثابت اکی ثابت. گبزن ثابت. و تو چی شد؟ این کارو کی کرد گبزن؟ یکون چیز به یاد داری؟ هرکه گوید چی میخواهید؟ حاضرال گفت؟ حاضرال کرده است. دارو را او داده است. رسیل. حاضرال وای نوبکاری. حالایی نمیستد. من به خانهش میروم. تو با ثابت باش. خوب مالش. من رفتم پلیل را میارم. تا حال یگان خبر نیست. تا حال سوی قصد سرمد قهوچی به وقوع نآمده است. روز به حادثه این خیل روز یگان خاصیت ندارد. این حالت علامت خیر نیست. چی شد پیکاس؟ آدم شما تا حال کار را حل نکرد. حاضر زنگ زده میپرسم جناب. کایمینیک گیر تو گبزن. باید درباره چی میگفته باشد حالا خدا میداند. باز رنگ هر روز به ساستا میگه. الو این من کایمینیک. سپارش مرا چیکار کردی برادر؟ 1 ساعت پیش به درون درآمد. نشان گرفتن نتوانستم. برایت باز یک بار دیگر کوشش میکنم. کوشش میکنم نه برادر. در ما اجرا میکنم است. تنی غیرتت رو نشان ده. آزادی خلق، آزادی وطنی مردمی کرد در دست توست. چشمت نپرد، دستت نلرزد. خوب اگر به دست افسم چی؟ چی میشود؟ تو رو آزاد میکنیم. مسحور میشوی مانند آنهایی که ژورنالیستان را پرونده بودند. خود را در اخبار میبینی. دخترها با تو تکلیف خانه‌دار شوی را میکنند. وای این خیل سلطنت به هر کس نصیب نمیگردد. اکنون برا جناب او انتظار است. با یک سخن خوب زود کار را حل میکند. نه خیلی خوب. از خبررسان هایی که در بین حزبی ملتچی ها ماندیم یگان معلومات هست؟ چی گفته میتوانی؟ جناب چه خیلی که معلومات دارید. قریب 1 سال شد که بالای این حزب کار کرده ایستادم تا نقشه‌ام را عملی کنم. آن دیسکی که آیدی پیغمبر جنجال برانگیخت 10 ماه پیش به دستمان رسیده بود. اصلا برای برهم دادن دعوا آن را نگاه می داشتیم. از روی خطای یک کس این سر آشکار شد. اما به هر حال خیلی فایده آورد جناب. تو پروا نکن کایمینیک. مجلس در حیاتش این خیل فتنه را ندیده بود. همه این عملیات ها اولا برای از نو شکل دادن بیوروکراتیا در سال 2011 و بعد حاضران را در قصر دیدن است. برای این هدف کارهای پیدا کردن آدمان فایده آور دوام دارد جناب. وقتهای آخر عملهای آنها کمی آشکار شد. راحت کارشان را انجام دادن نمیتوانند، اما به این نگاه نکرده عمل میکنند. پیش از قصر حاضرال را پیشوای حزب کردنی بودم، اما از آن دست کشیدم. یک نامزدی بهتر دارم. جناب او کی بوده است؟ یک بار نگفته؟ پیکاس. چه مرا مناسب دانستید؟
بله، تو یک آدمی مهنتی هستی پیکاس. با سیاستت جوانان را از پی خود برده میتوانی. جنابم التفات کردید، در خجالتم، اما زبان مادری من به این کار مانع می شود. مردم فهمند که من از شرق ترکیه هستم، مرا بدرقه میکنند. بهترین فکری عالی جناب. چه خیلی به سری من نامد. خواطر نشو، کسی که از گذشته تو خبردار نمی شود آن قیدها را 150 سال شد که فرصت یافته نیست میکنیم. از پیشوای حاضر سرمد قوچی تماما راضی نیستیم. نه از یار دست میکشد نه از اغیار. نمیماند که از جوانان یا حزب استفاده بریم. اصلا به ما یاری نداد و جوانان را به بازی کشیدن نتوانستیم. اما فکری جناب پیسگار با یک کلمه بهترین است. اما از شخصانی که در شعبه قرار این حزب مانده ایم اخبارات میگیریم. پیش هم با یک پروفسور برای به دست آوردن این حزب کار کرده بودیم، اما فهمیدم که این کار با مردی کارها حل نمی شود. بغیر از پیکاس را پیشوا انتخاب کردن دیگر چاره نداریم. اما اول باید از سرمد قهوچی خلاص شویم. البته بعد باید گناهکاران معلوم باشند. به جنازه چون سالهای پیش ما باید صاحبی کنیم. بعد تهدیدهای درونی، شعارها، طرفداری و ترور. حاضر در کجا باشد؟ زنگ فهم در کجاست؟ جانکم، زنت کی می آید؟ بانک قرار رفت. یک چند روز نمی شود. اگر حاضر تو پرزیدنت شوی ملکه می شود ها؟ گفته بودی جدا می شویم. زیغ نشو. یک روز نه یک روز جدا می شویم. تو در قلب من ملکه‌ای. و دیگرش اهمیت نده. چی کار میکنی؟ دروغ میگویی. لبای کجا شدی؟ جناب تو را انتظار است. کمی کار داشتم. تمام شد. باید با ما گزارش میدادی. زود باش، وقت تنگ است. مایلش با جناب گوی کی حاضر میرسم. مایلش تا بازدید. چه خیر می نمایم؟ پیر و بیزیب. خواهش شد اکنون. با شما کی در کار؟ حاضر در خانه است. تو کیستی؟ حاضر من به تو میفهمانم. رسید. انا راننده هم آمد. رفته در اکشا. آن رزیل در خانه است. پیشتر رو بگید. پلید بی شرف. با ثابت چیکار کردی؟ من چیکار کردم؟ با ثابت چی داده میگویم؟ گویی که حاضر تمامی استخوان‌های بدنت را یک تا میشکنم. من تماما خبر ندارم. قسم به شان و شرفم. به چیزی نبوده آدم قسم نمیخورد. زود باش رفته. اثبات فاشیسم، اثبات تروریسم، اثبات فاشیسم. جناب قهوچی، باید به تقدیر پیغمبر و فاشیسم که در مجلس گفته شد چی فکر دارید؟ جنابان، خرخشه مجلس در مجلس ماند. به شأن مجلس بنده نبود، اما به نظامنامه رعایت میکنیم. در دایره نظامنامه بحثمان را دوام میدیم. درباره فاشیسم نو برآمد اندیشه‌ام را توسط رسانه‌های خبری عرض کرده بودم. جناب قهوچی میگویند که مقدار تروریستان در شهر و ناحیه‌های کلان زیاد شده ایستادند. در این باره چی میگویید؟ رفیقان، من مخصوصا به جوانان مراجعت میکنم. این کار شرکت‌های شبه‌آور است. ما اگر عملهای حزب قدرتی را معقول دانیم هم
اما در مسئله آن که جوانان بی نظارت در کوچه تربیه می‌یابند نظر خود را داریم. به مقابل حرکت‌های بی اساس و اختلاف انگیز هستیم. چون این شرکت‌ها و عملها به شأن ملت اسناد می‌آورد. خواهش میکنم در این مسئله مفصل گویید. بله، من هم چنین روزها را از سر گذرانیدم و تنمان همه دستاوردها را آسان صاحب نشده است. در داخل حزب‌ها نیز بازی‌ها هستند. چخیلی که می‌دانید مرا هم نابود کردن می‌خواستند، اما من با آنها سر فرود نمی‌آورم. ملتگرایی ستون دولت ما را نااستوار می‌کند که این عاقبت خوب ندارد. محض برای تو به ثابت یاری دادم. می‌دانی که تو را دوست می‌دارم. از همه زیاد من زیق شدم وقتی که تو از ما جدا شدی. تو خودت را هوشیار و زیرک می‌تراشی، ها؟ حاضر نزد برادرم می‌رویم. اگر برای صحت شویش مساعدت نکنی با همین طوق گردنت می‌آویزم، میفهمی؟ بعد زبانت را از حلقت برآوردم میکنم، بعد پوستت را از بدنت جدا میکنم، تو را میکشم، فهمیدی؟ میکشمت، رزیل، بیشرف، راه گرد و پیشتر را میگویم، زودتر. رفیقان بس اکنون همین خدر سوال و جواب بس. جناب باید بی سوالی دیگر جواب بدادید. جناب آقای قمچی ایستید. سوال همه حال زیادم، با سوال همه پاسخ نگفتید. مرگ به قاتل کردها. پیشتر راهگر. تو کی بودنی مرا نمیدانی؟ سر از به بالا گرفتار می شود. میدانم چگونه مخلوق بودن شما را میدانم. پیشتر او را سخت ببند. با یگان جای نرود. با دقت باش، خطرناک است. خوب شده است. من میروم. من هم میروم. کجا میروی؟ دیوانه شده ای؟ با کجای روی من هم میروم. در این خانه با این دیوانه نمیستم. مایلش در راه در یگان جای تو را میمونم. رفتیم. مایلش. این آدم از تو چی میخواهد؟ حاضر چیزی نپرس. چی شد؟ برای پیکاس قرار دستگیر کردن رو گرفتید؟ حاضر میوید سردار. سردارم یک خبری ناخوش دارم. باز چی شد؟ سرمت قهوه‌جی رو پروندند. مرده است؟ سخت یاره‌دار شده است. با بیمارخانه میبرند. کی پرونده است؟ همان بسیم گفتنی پسر هفته گذشته در جنایت اتوبوس سوزانی بود. داشته شد؟ متاسفانه در بین ازدحام مردم کشته شد. اکنون سوختیم.
مندو کجاست؟ همراه نیازی به ادوکاتورا رفتن برای تفتیش. چون پیشتر باز همان سناریو. همه آماده باشه. آماده انسان. میبرویم. میرویم. خیر سردارم، کنه بینیم خانم عثمان در چه حال است. چرا او را کشتن؟ تماما نمیفهمم. آخر یگان دشمن هم نداشت. باز چقدر ما رو در اینجا نگاه می‌دارید؟ بسیار غمگینم خانم. کمی بدگمان بر را می‌آورند. بعد رفته می‌توانید. نجیب سردار به جای یک حادثه رفتن، تو هم رفته بین؟ به چشم. خانم آسمان چی؟ من با او میستم. برای ما یگان چای بفرما. خوب شده است. چی شد کایا؟ با من زنگ زدی؟ تا حال تو را انتظاریم. کجا شدی؟ تماما نپرس. یگید به خانم هجوم کرد لیکن خلاص شدم. چی؟ آمده همش را میفهمانم. ایست نقشه وز شد. سرمت قهوه‌چی را پراندن اما نمرد. به بیمارخانه میبرند. به کدام بیمارخانه؟ به بیمارخانه دیگر بردند، اما ما آن را به بیمارخانه تو روان کردیم. تو به بیمارخانه رو. چرا؟ چرا؟ آدم نمرده است، میفهمی یا نه؟ فهمیدم. کارو نیمکارو نمیمونیم. مایلش این طور باشد من به بیمارخانه میروم. به پیکاز بگوی که به خانه من آدم فرستد. یکی در خانه بیهوش خواب است، راننده در نزدش. مایلش میگویم. زود فرا. چه ها میگویی؟ من اینجا چیکار میکنم؟ فرا گفتم زود. کار دارم. دیر میشود. نه نمیفرایم. فرا. دستت رو گیر. فرا گفتم. این را گیر. راه کی را؟ کاش که میموندم او را میکشت. به این کارت جواب میدی؟ بچه دادم کار میآید؟ میآید دخترم، حاضر میآید. خواطر نشو. آفرین دوست رویت. بسیار پدرش را دوست میداشت. چیکار میکنم نمیدونم. کنی به نزد من بیا. بیا. رفت دخترم رفت. رفته در اونجا کمی بازی کن. مایلش. در این سن و سال به پدر ماندن بسیار مشکل است. اکنون برای دخترتان تنها شما هستید. از دستم آمده رو میکنم. مبادا با شما واقعه روی دهد. خدا نشان ندهد. شما چه ها میگویید؟ آن آدمی که گفتید با شوهرم دری دارد دیدم بسیار آدمی خطرناک است. نه، شوهر من با این خیل آدم چه رابطه داشت؟ نمیدونم، اما آدمانی که شوهرتون رو کشتند شما رو راحت نمیگذارند. باوری دارم که حتی دخترتون رو هم راحت نمیگذارند. یعنی که از دعوایم گردم؟ آخر شما پلیس هستید. چطور این گپ رو میگویید؟ من اینطور نمیگویم. تنها من فکر دخترتون رو میکنم. این آدم ها بسیار بیرحمند. یک روز به باغچه میروم گفته میبراید، بعد مرده او را در باغ میابید. شما چه ها میگویید؟ این حادثه چند بار به سرمان آمد. پلیس هیچ کار کرده نتوانست. من این گپ ها رو همچون پلیس نمیگویم. من هم مادر هستم، برای همین به تو توصیه میدهم. این گپ ها بیهوده نیستند. پلیس هم تا جای قدرت دارد. تا جای شما را محافظت کرده میتواند. به جای شما باشم دخترم را به خطر نمی اندازم. راستش رو گویید. شما طرفی که هستید؟ البته من طرفی شمایم. بیا دخترم.
کجا شده سردارم؟ اکای ثابت میمورد. بیا اکنون. بیا زودتر آخر. باز اوج گرفت. اکای ثابت. دکتر. چی شد؟ باز اوج گرفت. التماس کن کنید دکتر. من را به یگان بیمارخانه خوب روان میکنم. نه نمیشود. سردارم حاضر یک دکتر مخصوص میورد. کی میورد؟ بیارد آخر. 24 وقت کم مانده، احتیاط باشید. 2 ساعت دیگر زنده میماند. فهمیدم. حاضر زنگ میزنم. وای سرم، با من چی شده؟ ای سرم. ناگهان بهوش شدی. من بیهوش شدم. در سرت با شیشه زدن، بهوش شدی. تلفنم زنگ میزند. حالا بیرون از منطقه ای. حاضر کجا گم شد؟ کاره چی؟ آرام، نجوم. بینندگان گرامی، قاتل از همین جا آتش کشید. در جای حادثه مردم بسیار جمع آمدند. بعضی از اعضاهای حزب به بیمارخانه رفتند. چرا پلیس به ما اصلی واقعه رو نمیگوید؟ اما اینها رو باید ما عکسبرداری کنیم. از این طرف. حاضر هستید. خواهش میکنم خلال نرسانید. مانید که با کارمان را به انجام رسانید. خواهش میکنم خلال نرسانید. آدمانی که پسر را زدن دستگیر کردید؟ دستگیر کردیم سردار. به شعبه روان کردیم. ولی حالا غضب مردم پس نشده است. تمام. اطراف را زیر نظارت گیرید. کسی را نزدیک شوی نمانید. اطاعت. این واقعیت چی خیلی شد؟ شما دیدید؟ نه اصلی خواهش واقعیت میکنم رو نمیدونم. خواهش میکنم خدا صبر کنید. با کجا میره؟ پسرم خاله جان نیسته. کجا هستی پسرم؟ آرام شوید. پسرم آرام شوید. خاله جان آرام شوید. خاله خاله جان ما طرف ممکن است. آرام شوید. خاله جان آرام شوید. آرام شوید. خیلی خاله جان خدا دست گیرید. خاله جان بیایید روید. خاله جان شما چیکار میکنید؟ آرام شوید. مردم استاپ کنید. نزنید مردم کنید. خفا کردید بگیرم و شما بگیرم جزا بگیرید. خفا کردید مردم استاپ کنید. نزنید میخوشد آخی. نزنید بای گناه ندارد. گوشم به من. این بیناموز به تو در یک ماه چند پول میدهد؟ چند دیده 2 برابر میدهم. خانه هم خرید میدهم. چی ها میگویی آشنا؟ میگویم که بابا مانند تو سگی با وفا کم است و صاحبت صادق بوده. از ما رو حق سگ گفتن ندارم. صاحبت به کجا رفت میگویم؟ گوی چی گردنت رو میشکنم. گپ زن میگویم. نمیدونم. گوی به کجا رفت میگویم؟ نمیدونم گفتم آخه. مرتا اینو در کجا دیدید که بزن دست بردارم؟ ایسته خواهش بکنم ایسته. نکشه داخل ایسته. آخه انسان گناه ندارد. ایسته مردم پراکنده شوید. ایستید گفتم. کسی کلم زند میپرانم. حجم تروریستان را مبشر کردن ما رو مرسد. گویاری خجلی چکتنید. پراکنده شوید. برید از اینجا. دو پسرم رو از دست دادم. هر دوشان رو از من گرفتن. خودتان راز آمدید. کمی بعد ماشین می آید. شما رو با بیمارخانه میبرید. خواهش میکنم ماند از اینجا. دیگر برای چی زندگی کنم؟ نمیخواهم که فرزندان دیگران این خیلی بمیرند. آخرین چیزی که از خدا طلب دارم.
This war terrorism! This war fascism! This war terrorism! توجه جدیدترین پدیده در سینمای تاجیک نونتون شکستگی مردم چی میگوین؟ همش نقص بشه خوشی جان ایش چی؟ آیری احوال ثابت چیکار است؟ کجا شده سردارم؟ کار کمی رنگ دیگر گرفت. بلا زند. احوال یکی ثابت خیلی بد است. دکتر گفت که چند ساعت دیگر زنده میموند. آن به ناموس رو یافته توانستید؟ یافتن یافتم اما گریخت. ثابت باید زنده ماند خیری. بفهمی باید زنده ماند. باید زنده ماند. شده که انشالله زنده بماند. سبیل همینش نمیرسید. تو به خفا جیت زند. سرمد قهوه‌چی حالا در بیمارخانه جراحی شده ایستاده است. اعضای حزب انتظار نتیجه می باشند. زود بالا جناب حاضران یکون چیز گفتم میتوانید؟ دیدید که حاضر آمدم. بیمار رو دیده بعد ملاحظه را گپ میزنم. اجازه دهید. جناب حاضران درباره سرمد قهوه‌چی چی گفتم میتوانید؟ آخه ما اصلی واقعا رو شنیدن میخواهیم. خوش آمده جناب. جناب سرمید تا حال در جراحی هم؟ بله جناب قریب که تمام شد. احوالش خیل. تیر اول از شکم در آمده به معده ضرر داده است. دیگرش باشد از قفس سینه در آمده دو قبرغش را شکسته است. با فکرم خطری مرگ زیادتر است. مایلش بعدی جراحی باز میبینیم. خب چه شد؟ یگان دیگرگونی هست؟ نه سردارم. میمیره داخل. یگان علاج کردن لازم. با یگان بیمارخانه دیگر بریم. اگر بریم چه تغییر مییابد؟ به ما حاضران لازم. بینید که احوالش خیلی بد است. برا تنها نمیگذاری ثابت. کم دیگر توقعت کنم که ثابت. تو نمیمیری ثابت. من نمیخواهم. و با تو اجازت نمیدهم که مرا ترک کنی. ثابت همراه مبارزه را دوام میده. مرا در نیمه راه تنها نگذار ثابت. یک جای بودیم یک جای میمانیم. این مگر گپی کفر نشد سردارم؟ خیری پسرم ثابت باید نمیرد. خب باید نمیرد. خب
بسیار واهمه نکن. چه خیلی واهمه. خوب باید نمیرد. خوب بسیار واهمه. خوب باید نمیرد. خوب بسیار واهمه نکن. چه خیلی واهمه. افтобус میرفت، همه جا پر از ماشین بود. بعد ما رو گرفته بردند. ناگاه دیدم در رو برایم سروزیر. وای وای سروزیر ها؟ ها میدونی چه خیلی که در تلو پر از ماشین بود. بعد ما رو گرفته بردند. ناگاه دیدم در رو برایم سروزیر. پر از ماشین بود. بعد ما رو گرفته بردند. ناگاه دیدم در رو برایم سروزیر. وای وای سروزیر ها؟ ها میدونی چه خیلی که در تلویزیون میبینی این خیلی نیست، تماما فرق دارد. ببینی این خیلی نیست، تماما فرق دارد. پس دیگر نمیروید؟ نه نمیرویم. مکتب رو یاد کردم. شما رو هم بسیار یاد کردم. با خدا ترسیدم که دیگر نمیبینیم. دیگر جدا نمیشویم. کردم. با خدا ترسیدم که دیگر نمیبینیم. دیگر جدا نمیشویم. خانم آسمان تا حال اینجا؟ خانم آسمان تا حال اینجا؟ در همین جا سردار. تی رفته میتوانم میگوید. با شما گفتگو کرده میخواهد. تا حال پیکاس را آورده نتوانستند؟ زنگ زدم گفتن که حاضر می آیند. خوب. باز چقدر ما رو در اینجا نگاه می‌دارید؟ رفتن میخوام. باز چقدر ما رو در اینجا نگاه می‌دارید؟ رفتن میخواهم. من و دخترم خسته شدیم. باز چقدر ما رو در اینجا نگاه می‌دارید؟ رفتن. باز چقدر ما رو در اینجا نگاه می‌دارید؟ رفتن میخواهم. من و دخترم خسته شدیم. باز چقدر ما رو در اینجا باز چقدر ما رو در اینجا نگاه می‌دارید؟ رفتن میخواهم. من و دخترم خسته شدیم. کم ماند. در راهن. بعد تفتیش شما را تا خانه ماند. در راهن. بعد تفتیش شما را تا خانه‌تان برده میمانند. حتما. مرحمت برایید. سردارم همش رو فهمیدیم. خدا مدد کند سردار. کدامش رو میمدو؟ یک حادثه تمام نشده دیگرش پیدا می شود. اهمیت نده. چیکار کردید؟ از آفیس ادوکات یگان چی بر اومد؟
چی‌هایی که نبرآمد سردار؟ اگر به حجت‌های یافته شده نگریم، ادوکات اعضای ارکن کندو بوده است. سردار، نقشه شلاق کاری گفته یک نقشه نهایت مخفی را یافتیم. در وطنمان نقشه سوءقصد غیر مسلمین و دیگر ملت‌های خرد تا اندازه اوج گرفته است. نقشه ها در یک دیسک عادی ثبت شده است. فقط آنها همش به واسطه برنامه‌های مخصوص در یک دیسک عادی ثبت شده است. فقط آنها همش به واسطه برنامه‌های مخصوص رمز گذاشته شد. در یک دیسک عادی ثبت شده است. فقط آنها همش به واسطه برنامه‌های مخصوص رمز گذاشته شدند. برای اجرای نقشه شلاق کاری در مرمره، بحر سیاه و اگه یک تیم مخفی متشکل 40 نفره بوده است. سردار، در زیر زمین سلاح‌ها را پنهان کردم. اکنون احتیاط باشید. در ترتیب این نقشه ها 3 نفر اولین درجه می باشد. از روی معلوماتی که در دست داریم، یکیش پروفسور حاضرال است. باز آید به حاضرال یک چند حجت مخفی نیز پیدا کردیم. ارکن کندو برای آنکه حاضرال را زیر تابعیت خود گیرد، تمام عملیات‌های عضو آدم فروشی را که در بیمارخانه او رخ می‌داده است، یکایک اسناد و حجت ترتیب داده است. سردارم، بینید تنها همین حجت‌های ارگان‌ها برای ابدی در حبس خوابیدنش بسنده است. او همین خیلی آدم است که در هر جراحی کردش برای خود محافظ و نجات دهنده پیدا کرده است. برای همین در خوابت می‌بینی. ابدی یک طرف ایستاد، یک شب آنها را حبس کردن نمی‌توانیم. خیر چیکار می‌کنیم؟ وظیفه ما را اجرا می‌کنیم. حجت‌ها را به دست جناب زکیه یادید. رفته گیرید گوید می‌گیریم. خوب شده است. باشه. بفرمایید. مرحمت، شما را انتظار بودیم. نجیب سردار باز مرا یاد کرده است به فکرم. هر ماه مرا نبیند دلش قرار نمیگیرد. رفتیم. اوهو، که ها را میبینم. خوب هستید نجیب سردار؟ ببخشید با آغوش میگرفتم و لیک لباس هم چرکین میشود. اشکام نه، من آنقدر تو را یاد نکردم. این دفعه سبب زیارتم چیست؟ نمیدانی مگر؟ هیچ کس هیچ چیز نگفت؟ یک ادوکات و یک پلیس کشته شده است. ادوکات جناب سرکان، شاید میشناسی؟ بسیار ادوکات ها رو میشناسم. سرکان به یاد ندارم. زنش ادعا دارد که پیش از کشتن همسرش تو آنجا بوده ای. اگر این چیز راست برآید، دوام عمرت در بین 4 دیوار در فکر آن که در بیرون چه حادثه روی داده ایستاده باشد می‌گذرد. برای من یک تجربه نو میشود. او را به حجت درآورید. مرحمت کرده شنید. با سوی تیرزا نگاه کنید. جناب حاضرال، اکنون میتواند به ما یگان چیز بگوید؟ این حادثه غیر چشم داشت بود. با دعای دوستان نزدیکانش باوری دارم که نقض می شود. به ما شردید احوالش چطور است؟ برای سر نزدن این فاجعه من خلق را به دوراندیشی و پندار نیک دعوت می کنم. می دانم برای دوستان او صبر کردن مشکل است. این گونه فاجعه وقتهای آخر در هر گوشه کشور سر زده ایستاده است که عاقبت‌های خوب ندارد. ما باید دست جمعانه بر ضد افراطگرایان مبارزه بی‌امان بریم و در یگانگی ملت‌های ساکن ترکیه هماهنگی نماییم. اگر یک بار دیگر بیماری خروج کند، دیگر طاقت کردن نمیتواند. به همه چیز آماده باشید. سردارم
چی شد خیری؟ چی خبر؟ اون به شرف رای گفتم. کی را؟ حاضرال به ناموس در تلویزیون از بیمارخانه گپ زد. پخش مستقیم بیمارخانه شخصی دارد که اخی. رفتیم خیری میرویم زودتر رفتیم. ایستد اکی صوبی چی بشود؟ اون راه هم میبریم خیری وقت نیست زودتر رفتیم. چه خیلی پخته کار است عقلم نمیگیرد به خدا. اگر انسان به ناموس به شرم باشد همه کار را میکند ممدوح. افلاس. خانم آسمان کجا شدند؟ خانم سویلای اومده ایستادند. سردارم در حقیقت همین خانم سویلای راستی به من اونقدر معقول نیست. فهمیدم ممدوح. با فکرت این زن چه نقشه دارد؟ بگذار رود سردارم. نه نخواد سید داشتر آزاد کنند. از آن که به دیگر جای رفته آنجا را ویران کند در زیر نظارت خودمان باشد بهتر. بینیم کنی چی می شود. مرا گوش کن. چی گپی که در درون میزنی برای خودت و دخترت خطرناک است. تو گپی مرا فهمیدی ها؟ شما مرا تهدید میکنید. اگر خطا فهمانده باشم مرا ببخشید. من هم مادر هستم آخر. مقصدی چنین گفتم این نبود. خواطر نشوید. من خیلی خوب فهمیدم. خانم آسمان حاضر نازکک با این آدم نگرید و گوید که در اداره با همسرتان همین کس بود یا اینکه نه. همین آدم بود. ثابت برادرم باز کمی اکی ثابت طاقت کن برادرم کمی دیگر ما زودتر راه نداخی. تو ما را نمیپرتایی. تو نباید بمیری. مرا میفهمی. سردارم چخیل به بیمارخانه میداریم او رو چخیل میابیم؟ نمیدانم خیری نمیدانم. همه جا رو نظارت میکنم. خیری نمیدانم. باید اگان راهش رو یابیم. باید ثابت را نجات دهم خیری. باز کمی اکی ثابت طاقت کن زودتر راه نداخی. تا سحر اینجا مرا می‌دارید. اگر این طور باشد یگان چیز خوردنی بیارید. شکمم گرسنه است. حاضر در آمده همین خیل میخورونم که گاوری دم میکنند. نمدو آسمان لطفاً گوید همین آدم در اداره بود؟ خانم آسمان التماس جواب دهید. نه این آدم نبود. انیق با دقت نکرید. امروز در عکس دیده تصدیق کرده بودید که مانند کردن. سویلای ممدو ما را با خانم آسمان تنها گذارید. زود باش زودتر میگویم زودتر
ака اینجا ازدحام است چیکار میکنی؟ خیری بس کن گپ را زودتر میگویم. او اینجا چیکار میکند؟ چه نجات یافت؟ اکنون محو شدیم. و بیمار چی شده است؟ ما انیخش را نمیدانیم. اصلا ما جناب حاضران را میکابیم. جناب همینجا بودند. شما او را از کجا میشناسید؟ ما خویش و تباریم. من جیلشان میشم. ما باید او را به دهه دعوت کنیم. بله درست میگویید. همینطور کمتر پیش همینجا بودند. خواهید انتظار شود، من رفته خبر میدهم. تشکر خواهرام. خیلی زودتر بر زودتر. خانم آسمان، من میخواستم با من گشاد و روشن گپ زنید. برای از فکرتان گشتن شما را کسی تهدید کرد؟ یگان کس شما را مجبور کرد؟ بینید، خواطر نباشید. نه به شما نه به دخترتان زیانی نخواهد رسید. مرا گوش کنید. این آدم جنایت های زیادی صادر کرده است، اما هیچ فرصتی داشتنی او پیدا نشد. این یک ماشین جنایت است. اینقدر فرصت خوب مثل حاضر نداشتیم ما. نمیشنوزم گفتم که مانید من روم. کسی شما را سخت ترسانده است. این را انیق میدانم. راستش رو گویید. تنها برای همسرتان نه. امروز باز یک جوان پلیس را هم کشت این آدم. التماس ما رو مجبور نکنید. این آدم رو یکم بار ندیدم، نه در اداره سرکم نه در دیگر جای. خوب، این کار شما. و بچه ها گوید شما رو تا خانه اتان برم. چی شد سردارم؟ نمیشناسم میگوید. یعنی که همین خیل بگوی گفتند. یعنی با پیکاز جواب؟ با بچه ها بگو خانم آسمان را تا خانهش برند. مایلش سردارم. جناب یگیت اینجاست. از خانه گریخته است. کس آدم روان کرده بود؟ آدمهایشان در خانه منند به فکرم. یگیت اینجاست میگویم. من فورا اینجا رو ترک میکنم. وگرنه این دیوانه ما رو زده میکشد. چه ها میگویی؟ چه خیل ترس؟ حالا وقت ترسان چکی نیست. اول مسئله سرمت رو حل کن، بعد با کدام گوره می روی رو. اما جناب اما پما ندارد. کار اجرا شود، وگرنه با دست خود تو را به یگیت بسپارم. جناب گذارید من گپ زنم. ما گپ زن. ترسان چکی احمق. آرام شوید. همه کار را ویران میکند. الو حاضران چی شد؟ نپرس مینیک. یگیت اینجاست. اهمیت نده. هیچ کار کردن نمیتواند. تو آینده پرزیدنت هستی. اگر گنرالی ارتش میشوی نه خود از یک بچه کوچک ترسی ها؟ تو خودت نمیترسی؟ امروز گریت را با گوشهای خودم شنیده بودم. گپ رو دیگر اینجا نبر. رو کار را حل کن. برای یک مسئله خردکک نمیخوای پرزیدنتی رو از دست دی ها؟ آخر چیکار کنم؟ الو حاضر آمان جایی؟ مایلش حل میکنم. یگان چارش را میابم. تنها این نه، همه دعوا نیست میشود. این برای ما مهم است، از حیات خودمان هم مهمتر است. گپ را دروغ نکن، مسئله را حل کن. مایلش یک بلا کرده حل میکنم. تو اعتماد دارم. سلامت باش. اجرا میکنم. کار را حل کرده یگیت ندید از اینجا گریختن در کار. برایید. به فکرم باز یک بخشیش از من قرضداری جنابی نجیب. با دفتر قید میکنم. همش رو یک بار میدیم. کی میسپاری؟ در دفتر جایی نموند. راحت باش. در آخر موسم. موسمی فوتبال. چه میخوای همون خیل فهم؟ ببخشید آقای کوبیلای، نفهمی شد به فکرم. هیچ گپ نی.
اگر نافهمی نمیشد آدمان راست را از دروغ فرق کرده نمیتوانستند. تا دیدار آینده خوش باش. خوش باش. شکمم گرسنه. یک کباب پزی نو یافتم. با من همراهی نمیکنی نجیب سردار؟ آدم گرسنه را یک ناله هم سیر میکند. چشم گرسنه را حتی دنیا سیر نمیکند. آن کبابات را سیر نمیکنند. گرسنگی تصمیدات نیست پیکاس. پالیسی فیلسوف و تو میزیبد. تو باز دید من رفتم. در گلو یک درماند باز آزاد شده رفت. یک روز نه یک روز به دست می افتد. امروز نشد فردا می شود. سردار پیکاس رفت اما وزیرال راهی گریز ندارد. فرمان دستگیر کردنش را هم داریم. اگر اینش را هم داشته سردیم خودم را از پول با پایان میپرتایم. کسی به من مانع نمی شود. زیغ نشوید سردارم. این دفعه دست به دست کرده همه کسا میپریم. در کجا بود است این حاضرال؟ جایش را معلوم کرده؟ در بیمارخانه اش سردار. زود میبریم. خیری همه جا را کافتم نیست. من هم دیدم سردار حزب اینجا خوب است. نزدیو نمیماند. شاید آنجا باشد. خیری تو درست میگویی. انیق او در آنجا است. چخل میبرویم؟ همه جا پر از پاسبان؟ با من بیا. نه سردارم. وقت شما این تر میگویید از کجای ترس مرا فرو میگیرد؟ خیری رفتیم. لگن کاسه خالی. این لیفت کجا شد؟ می‌آید که حاضر یک دقیقه. استاد به کجا؟ جناب سرمت رو دیدن میخواهم. من حاضر از نزد او آمدم. احوالش رفته رفته خوب شده ایستاده است. خطری مرگ گم شد. خیلی خوب. من هم یک بار ببینم. مخبران دانستن میخواهم. مایلش خوب شده است استاد. با اجازت شما میروم. سلامت باشید. تشکر.
میفرمایید نزدیکی میروید. پسر ما را نشناختی؟ من صاحب این بیمارخانه هستم. دوستی جناب سرمد یک طرف است. ببخشید استاد، شما را نشناختم. مرحمت. درایید. آی نفسم گرفت. کی میرسیم؟ دلم بی‌حضور شد. زیخ نشو آشنا، نجات میابی. خیره شوخی نکن، حاضر میکشم تو را. سردارم تماما بیخود شدم. آهسته آهسته احوال اکای ثابت خیلی بد. نجات میدیم زیخ نشو. کاماند. رویتون رو پوشونید سردارم. زود باشید سردارم. شد تمام. با کجا برادر؟ توموگرافی میکنیم برادر. توموگرافی در این نشانه نیست. برادر گوش کن، بیمار سخت عذاب میکشد. میفهمی میمیرد. نفهمیدی مگر در این نشانه نیست گفتم. رو از اینجا. از من یک گفتن بود. اینجا بیا عزیزم. تو پروفسور حاضرال را ندیدی؟ بله حاضر نزدید جناب سرمد در آمد. بسیار خوب. خیلی تو لغلق کردن را بسیار دوست می‌داری. کاری آنها را زودتر تمام کن. خوب مایدش. برای به قصد در آمدن من تو باید به مرگ روی سرمد. ببخش. نه جون بجایت. خدایا یگید. اولیغای بد است و فکرم زنده نمیماند. بله چه خدا میداند. خدا شفایش دهد. ممدو تو آماده باش. در کجا بودن حاضر را فهم. عثمان توپرک، گوکن شما به بنا تقسیم شوید. نیازی، والکن شما با من بیایید. اطاعت رفتیم. اگر جنبی او را میکشم. تمام. تو بازی کردن میخوایی ها؟ میبینیم کدام آمازر میبراییم. از من چی میخواهی؟ چی خواستنم را خوب میدانی. ثابت را باید نجات دهی. وقتمان کم، زود باش. پشتر را زودتر. مایلش خوب. چیزی خواهی میکنم. تمام شد. اکای ثابت نجات یافته. در کجاست این نشانه کسلی آوازین ممدو؟ در بالا سردارم. دا باران باز یکان نام خودی نکنی. ممدو؟ سردارم؟ کدام سردارم این؟ نجیب سردار است. خدایا. اکا مرده. نجیب سردار با ممدو همه با اینجا می آیند. مادر زده تمینش نمیرسید. خدا چی باید کرد؟ бо донистани калима ва воҷаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. воҷаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии воҷанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву идораву муассисаҳо. бо истифодаи ин воҷанома ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии воҷаномаро шумо метавонед аз дилхоҳ мағозаи фурӯши
вожаномаро шумо метавонед аз дилхо мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. Телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадои дили шумо. ба таваҷҷӯҳи мухлисони силсила филмҳои студияи ҳамсадо, ҳомиён меҳвари ҳақиқат ва با توجه مخلصان سلسله فیلم های استودیوی همصدا حامیان محور حقیقت و با توجه مخلصان سلسله فیلم های استودیوی همصدا حامیان محور حقیقت و مثل با توجه مخلصان سلسله فیلم های استودیوی همصدا حامیان محور حقیقت و مثل با توجه مخلصان سلسله فیلم های استودیوی همصدا حامیان محور حقیقت و مثل یوسف از شما احترامانه خواهش می‌نماییم که از فروشگاه‌ها دیسک‌های گالاگرامادور را خریداری نمایید. گالاگرام که از فروشگاه‌ها دیسک‌های گالاگرامادور را خریداری نمایید. گالاگرام هم در بالاپوش و هم در روی دیسک نصب کرده شده است. دیسک‌هایی که گالاگراما ندارند صفت پست داشته قلبکی میباشند و از روی قانونگذاری جمهوری تاجیکستان غیر قانونی حسابیده میشوند. خرید دیسک‌های گالاگرامادور برای بهبودی کاری ما و در سری وقت دسترس کردن شما مساعدت میکند. از شما استودیوی همصدا احترامانه خواهش می‌نمایم که اگر شما فروش دیسک‌های قلبکی یعنی به گالاگراما را دیدید بی‌طرفی را اختیار نکرده و تشکیلات ها یا کمیته‌های دخلدار مراجعه کنید. دخلدار مراجعه کنید.